سلام. ما توی قسمت قبلی یک نگاهی به ویژگی روتینگ بر پایه فایل سیستم در نکست.js انداختیم و یاد گرفتیم که فایل page.tsx در داخل پوشه اپ به مسیر دامنه و فایل های page.tsx در ساب فولدرها به مسیرهای متناظر با اسم پوشه های خودشون مثل about و پروفایل ارتباط دارن. توی این قسمت قرار به مسیره تو در تو یا نستد روتینگ بپردازیم و راجبش صحبت کنیم. ما میخوایم یک روت اسلش بلاک داشته باشیم و علاوه بر اون یک روت به اسم فرست برای روت اسلش بلاک اسلش فرست و یک مسیر دیگه برای روت اسلش بلاک اسلش سکند ایجاد کنیم. بیاید ببینیم برای اینکه این کار رو انجام بدیم باید چی کار کنیم. برای شروع بیاید یک پوشه جدید به اسم بلاک داخل پوشه اپ درست کنیم و داخل پوشه بلاک یک فایل به اسم page.tsx ایجاد کنیم و داخل اون یک ریاکت کامپوننت تعریف کنیم. بعد از ذخیره فایل به مرورگر برمیگردیم و به مسیر اسلش بلاک میریم. همونطور که از قبل میدونیم الان صفحه بلاک برامون نمایش داده شده. این از بخش اول مثال. الان سوال اینه که چطوری میتونیم مسیرهای بیشتری برای مسیر اسلش بلاک مثل اسلش بلاک اسلش فرست و اسلش بلاک اسلش سکند رو پیاده سازی کنیم. نکست این فرآیند رو با اجازه دادن به ما برای ایجاد پوشه‌های تو در تو داخل پوشه اپ ساده میکنه. برای این کار دو پوشه جدید به اسم فرست و سکند داخل پوشه بلاک ایجاد میکنیم. برای هر پوشه یک فایل به اسم page.tsx ایجاد میکنیم و داخلشون هم یک کامپوننت ریاکتی قرار میدیم. بعد از ذخیره هر دو فایل وقتی به مرورگر برمیگردیم و مسیر اسلش بلاک اسلش فرست رو وارد میکنیم، صفحه پست 1 و در مسیر اسلش بلاک اسلش سکند صفحه پست 2 برامون نمایش داده میشه. امیدوارم در این قسمت مسیره تو در تو یا نستد روتینگ براتون جا افتاده باشه. در قسمت 7 در مورد مسیره‌های پویا یا داینامیک روت صحبت می‌کنیم. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. سوال، پیشنهاد یا انتقادی بود حتما داخل کامنت ها برام بنویسید و در آخر لایک یادتون نره.